در تاریخ 20 مارس 2003 ایالات متحده آمریکا به خاک عراق حمله کرد و این خود آغاز یک جنگ خونین بود که تقریباً 9 سال به طول انجامید. در این درگیری بیش از 500,000 انسان کشته و زخمی و مجروح شدند. فرمان حمله به عراق را جورج بوش پسر صادر کرد. بهانه جورج بوش برای این تهاجم این بود که صدام حسین دارای سلاح‌های کشتار جمعی است و بهانه دیگر این بود که مردم عراق از دیکتاتوری صدام حسین در رنج و عذاب هستند و همچنین شاید واقعه خونین و جنایتبار 11 سپتامبر نیز خود بهانه‌ای داد به دست جورج بوش پسر برای آغاز این حمله. بعد از حمله سلاح‌های کشتار جمعی در عراق هرگز یافت نشد. دکتر مایکل سالا، مدرس سابق دانشگاه آمریکا، ادعا می‌کند که تهاجم و حمله به عراق پوشش و بهانه‌ای بود برای یک دلیل بسیار بزرگتر، برای چیز افسانه‌ای، برای دستیابی به استارگیت. اما آیا به راستی در عراق دروازه ستارگان وجود دارد؟ دکتر سلا معتقد است که دولت بوش برای دروازه ستارگان یا استارگیت به عراق حمله کرد. این استارگیت در شهر ناصریه در عراق پنهان شده است. دروازه ستارگان یا استارگیت وسیله‌ای است برای مسافرت به فواصل بسیار بسیار دور در ستارگان، فواصلی با میلیون ها سال نوری، به طوری که با استفاده از استارگیت میتوان در کسری از ثانیه اشخاص و اجسام را به فواصل بسیار دور انتقال داد. تا جایی که از نوشته ها متوجه شدیم، اعتقاد بر این است که در حدود 4500 سال پیش از میلاد مسیح تمدنی با شکوه و پیشرفته به نام سومر در محدوده بین ایران و عراق زندگی می کردند. آنها دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای بودند. مردم سومر تکنولوژی و پیشرفت خود را از آنوناکی ها گرفتند. آنوناکی ها نژادی بودند که آنها را سومریان خدایان می نامیدند. نویسنده شهیر و بزرگ مرحوم جناب آقای زاخاریا سیچن یا همان زکریا سیچن میگوید که در واقع آنها خدایان نبودند، بلکه آنها افراد بیگانه‌ای بودند که از ستاره‌ای به نام نیبیرو به سومر آمده بودند. دلیل سفر آنها از نیبیرو به زمین برای کشف معادن طلا بود. آنها می‌خواستند از طلا برای پوشش جوی خود استفاده کنند. پوشش جوی نیبیرو دارای آسیب شده بود و برای پوشاندن آن آسیب نیاز به پودر طلا بود. بنا به گفته جناب آقای زاخاریا سیچن، بزرگی سیاره نیبیرو در حدود 10 برابر کره زمین ماست. آنها از سومریان به عنوان برده استفاده می کردند، ولی در این میان نیز تکنولوژی بسیار پیچیده‌ای را به آنها اهدا کردند و داشتن همین تکنولوژی کافی بود که قوم سومر را پیشرفته ترین نوع نژاد بشر تا به امروز بگرداند. آنها هنگام رفتن یک هدیه به سومریان دادند. این هدیه همان استارگیت یا دروازه ستارگان می باشد. دکتر سالا معتقد است که استارگیت هنوز وجود دارد و در زیر یک زیگورات در شهر ناصریه در عراق پنهان شده است. این استارگیت در شهر اور آن زمان سومریان، شهر ناصریه فعلی، مدفون شده. در سال 1980 دیکتاتور عراق، قاتل مردم ایران صدام حسین التکریتی شروع
به بازسازی معبد باستانی زیگورات در او یا همان ناصریه کرد. در واقع بازسازی معبد بهانه‌ای بود برای بازیابی استارگیت مدفون در آنجا. به مدت 20 سال بزرگترین دانشمندان عراق به روی این پروژه کار کردند تا اینکه دانشمندان عراقی توانستند پس از 20 سال سرانجام استارگیت یا دروازه ستارگان را فعال نمایند. اننا منتصرون منذ الان بعون الله. ليس للباطل ما يوصف به عندما أصبح على هذا المستوى من الطغيان والشر غير أن يقال بأنه مندحر لا محالة. صدام حسین تصمیم داشت خبر این موفقیت را به مردم بدهد. در واقع صدام حسین می‌خواست با اعلام این خبر به مردم جبران شکست‌های گذشته خود را در طول جنگ‌های پیاپی بنماید، چون کاملا واضح و مشخص بود که کشوری که این تکنولوژی را داشته باشد در کجای کره زمین جایگاه پیدا خواهد کرد. دقیقاً میتوان حدس زد که با اعلام این خبر فاتحه ناسا خوانده میشد و ناسا به طور کلی از اعتبار ساقط میشد. با اینکه در پوشش خبر بسیار احتیاط میکردند و تعداد محدودی از این جریان با خبر بودند، ولی سرانجام این خبر به گوش جورج بوش پسر رسید و جورج بوش متوجه خطر این ماجرا شد که پس از اعلام این خبر جایگاه کشور عراق در کجا قرار خواهد گرفت. گفته می شود که یکی دو دانشمند برجسته سازمان ناسا نیز خطر اعلام این خبر را به بوش گوشزد کردند. می توان گفت جورج بوش وارد عراق شد تا جلوی افشای خبر فعال شدن دروازه ستارگان را بگیرد و آن را در تحت اختیار و کنترل خود درآورد. در سال 2016 در کشور انگلستان تحقیقات بسیار گسترده‌ای پیرامون جنگ عراق صورت گرفت. در نتیجه این تحقیقات مشخص گردید که صدام حسین هرگز دارای سلاح‌های کشتار جمعی نبوده. روزنامه‌نگار برجسته انگلیسی آقای مک آسکیل میگوید که در واقع انگلستان بازیچه دست امریکا در این جنگ و نبرد شده، چرا که در عراق هرگز سلاح‌های کشتار جمعی یافت نشد و هرگز نیز دلیل واقعی حمله و تهاجم به عراق به دولت انگلستان و مجلس گفته نشده. الیزابت تورتین خبرنگار برجسته میگوید که غرب به دو دلیل به عراق حمله نمود. نخست جلوگیری از افشای خبر فعال شدن دروازه ستارگان و سپس به دست آوردن کنترل آن. الیزابت تورتین در ادامه می‌افزاید که در سالهای بین 1920 و 1922 بریتانیا به بغداد حمله کرد. در آن زمان به مردم بریتانیا این گونه اعلام گردید که دلیل لشکرکشی بریتانیا به عراق شکستن قیام مردم و جلوگیری از هرج و مرج احتمالی آن است. با این حال به راحتی میتوان حدس زد که آن هم بهانه‌ای بوده، زیرا در آن زمان بریتانیا متوجه شده بود که دروازه ستارگان یا استارگیت در دو کشور ایران و عراق است. تورتوین می‌افزاید که در سال 2011 این استارگیت در منطقه سبز دیپلماتیک بغداد یافت شد. پیدا شدن دروازه ستارگان فعال شده در منطقه سبز عراق فرصت بسیار ذی‌قیمتی را برای غربی‌ها جهت مطالعه آن می‌داد، زیرا در منطقه سبز عراق مردم عراق اجازه ورود به آن را ندارند. پس آنها می‌توانستند بدون وجود هیچ گونه مزاحمتی مطالعه خود را به روی دروازه ستارگان ادامه دهند. در نگاه شما دوستان شاید این بسیار خنده‌دار به نظر بیاید که دو کشور فقط برای کسب دروازه ستارگان خیالی به آن کشور حمله نمودند، ولی این امر واقعیت دارد، چرا که متون ترجمه شده به وسیله زکریا سیچن و همچنین متونی که بعد از او پیدا شد، افسانه‌های محلی و همچنین با توجه به کلیه موارد فوق یاد شده و با در کنار هم قرار دادن کلیه شواهد و قرائن و مدارک تنها میتوان به این نتیجه رسید که استارگیت یا دروازه ستارگان شیئی است واقعی و حقیقی
همگی حکایت از آن دارند که در دو کشور ایران و عراق 2 دروازه ستاره موجود می باشد، ولی با کمال تأسف در هر 2 کشور دیکتاتورهای حاکم بر این 2 کشور هرگز اجازه ندادند مردم از این ماجرا آگاه شوند. بله، دروازه ستارگان تنها یک خیال و یک توهم و یا یک فیلم سرگرم کننده برای سینما و تلویزیون نیست. دروازه ستارگان شیئی است حقیقی که همکنون در این 2 کشور موجود است.